أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، کتاب ریاض الصالحین حدیث 469 و عنه قال، و از وی روایت است که گفت، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا زندان مؤمن است و جنت کافر است. یعنی دنیا در مؤمن وقتی که زندگی میکند براش زندان است، یعنی که محدودیت ها هست، چیزهای حرام است، باید از حرام کرده الله دور باشد. و جنت کافر است، یعنی که محدودیت برای کافر نیست، هر چیزی که میخواهد میکند و براش یگان دایره معینی نیست. این حدیث رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 470 و عن ابن عمر رضی الله عنه و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، و از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبی، میگه گرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم از شانم، یعنی که از کتفم گرفت. فقال، پس پیغمبر میگه برام گفت که کن فی الدنیا کانک غریب، یعنی باش در این دنیا کانک غریب، گویا اینکه تو در این دنیا مسافر هستی، یعنی در دنیا به مثل مسافر زندگی بکن. او عابر سبیل، یا باش تو در این دنیا به مثل راهگذری، چطوری که راهگذر در یک جا چند لحظه دم میگیرد، تو هم میگه در این دنیا به مثل همون باش که چند مدت در اینجا زندگی میکنی و بعد از این سفر دوام دارد. خب، این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بعد از این میگه و کان ابن عمر رضی الله عنهما یقول، و بود ابن عمر رضی الله عنهما میگفت که اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، یعنی هنگامی که بیگاه کردی، روز بیگاه شد، فلا تنتظر الصباح، پس منتظر صبح نباش، یعنی نگو که فردا فلان فلان کار میکنم، یعنی به حضوری بد نباش. و اذا اصبحت، وقتی که صبح کردی یعنی شب روز شد، فلا تنتظر المساء، پس انتظاری بیگانی نباش. و خود من صحتک لمرضک، و بهره بگیر، و خود یعنی بگیر، استفاده ببر، من صحتک، از صحت و سلامتی و از تندرستیت، لمرضک، برای بیماریت. وقتی صحت و سلامت هستی استفاده بر از سلامتیت. و من حیاتک لموتک، و از زندگیت استفاده بر برای مردنت، یعنی از حیات و زندگیت استفاده بر برای روز قیامتت. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله ذکر کرده، روایت کردگی هست. و این حدیث معناش چنین است که یعنی که انسان باید همیشه با یاد مرگ باشد و هر لحظه را غنیمت بداند و بهره بگیرد از هر لحظه. بعد از این میگه قالو فی شرح هذا الحديث معناه، گفتگی هستند در شرح این حدیث، معنایش چنین است که لا ترکن الی الدنیا، یعنی که تکیه نکن، اعتماد نکن به دنیا، ولا تتخذها وطنا، و قرار نده و فکر نکن که این دنیا وطن اقامتگاه دائمی تو است. این طور فکر نکن، میگه لا تتخذ، یعنی که فکر نکن، مپندار و تصور نکن که دنیا وطن تو است، یعنی اقامتگاه تو است. ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا تحدث نفسك، یعنی که به خود نگو که بطول البقاء فيها، یعنی طولانی، مدت طولانی باقی میمونی در این دنیا، فکر نکنی که در این دنیا مدت طولانی هستی. ولا بالاعتناء بها، و همچنین اهمیت نده، توجه نکن به این دنیا.
ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غیر وطنه. و وابسته نشو، ولا تتعلق یعنی که وابسته نشو، مشغول نشو به دنیا، الا بما یتعلق به الغریب، مگر به همان چیزی که وابسته می شود و مشغول می شود غریب یعنی مسافر فی غیر وطنه، در غیر وطنش. یعنی که یک مسافر در غیر وطنش چطوری که آمادگی طولانی ایستادن نمیگیرد، پس میگه تو در دنیا همین طور باش. ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغریب الذي يريد الذهاب الى اهله، و مشغول نشو در این دنیا به آن چیزهایی که مشغول نمی شود به آن چیز انسان مسافر، الذي يريد الذهاب الى اهله، همون مسافری که میخواد به نزد اهل بیتش برگردد. وقتی مسافری که میخواد به وطنش برود، به اهل بیتش، به نزد اهل بیتش برگردد، اون یعنی که یگان چیزهای غیر لازمه قطعی خودش مشغول نمی کند. و بالله توفیق، و از الله سبحانه و تعالی توفیق را طلب داریم. خب بعد از این حدیث 471 و عن ابی العباس سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو العباس سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال، آمد مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس گفت یا رسول الله، مرد آمد نزد رسول الله گفت که ای رسول الله، دلنی علی عمل، یعنی راهنمایی کن مرا بر کاری که، علی عمل بر یگان کار راهنمایی هم کن، اذا عملته هرگاهی که انجام دادم همون کار را، احبنی الله یعنی دوست بدارد من رو الله، و احبنی الناس و دوست بدارن مرا مردم، مرا گو به همین طور کارها راهنمایی هم کن. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ازهد فی الدنیا یحبک الله، یعنی که زاهد باش در این دنیا، ازهد فی الدنیا یعنی زاهد باش در این دنیا، الله تو را دوست می‌دارد. وازهد فی ما عند الناس یحبک الناس، و زاهد باش در اون چیزی که در نزد مردم است، یعنی که طمع نکن اون چیزی که در نزد مردم است، یحبک الناس، تو را مردم دوست می‌دارد. پس همین دو قاعده بزرگ، الله میخواد الله دوست بدارد، ازهد فی الدنیا یحبک الله، زاهد باش در دنیا، الله سبحانه و تعالی تو را دوست می‌دارد. وقتی میخوای که مردم دوست بدارد، پس طمع نکن در آن چیزی که نزد مردم است و مردم تو را دوست می‌دارد. حدیث حسن، این حدیث حسن است. رواه ابن ماجه، این حدیث را ابن ماجه روایت کردگی است، و غیره باسانید حسنتین، و غیر ابن ماجه دیگر هم روایت کردگی هستند با سندهای حسنه، یعنی قابل قبول هست این حدیث. بعد از این حدیث 472 و عن النعمان بن بشیر رضی الله عنهما قال، از نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت است که گفت ذکر عمر بن الخطاب رضی الله عنه، یعنی بیاد آورد حضرت عمر رضی الله عنه، ما اصاب الناس من الدنیا، یعنی اون چیزی را که به دست آوردگی از مردم از دنیا، از نعمتهای دنیا. حضرت عمر رضی الله عنه این نعمتی که مردم به دست آوردگی است میگه ایره یادرس کرد و به یاد آورد. و فقال، پس بعد از به یاد آوردن پس گفت که لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، واقعا دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را، یظل الیوم یعنی روز رو میگذرانید، روز رو بگه میکرد، یلتوی ما یجد من الدقل ما یملأ به بطنه، یلتوی یعنی میپیچید، یلتوی یعنی میپیچید، از چی میپیچید؟ از گشنگی، یعنی که بگیم گشنگی چنان غلبهش میکرد که میپیچید از گشنگی را، ما یجد من الدقل نمیافت دقل، دقل یعنی که خرمای ویران شده، خرمای پس صفت، خرماهایی که به صفت هستن، حتی خرمای به صفت نمیافت که ما یملأ به بطنه،
به صفتی که یملأ به بطنه، یعنی پر کند یا سیر کند شکمش رو. حتی عادی ترین خیرمو را پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمیافت که شکمش رو میگه سیر کند. یعنی که در اون زمان چطور وقتی مشکل و ناداری هایی را که گذرانده بودن، حضرت عمر رضی الله عنه این زمان داراییشان را، زمان در نعمت بودنی اصحاب را بیان کرد که پیش در چه مشکلی بودن اصحاب رسول الله. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 473 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، و از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی وفات کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و ما فی بیتی من شیء یأکله ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی. میگوید که توفیه وفات کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما فی بیت من شیء، یعنی نبود میگه در خانه من چیزی. وقتی رسول الله وفات کرد میگه در خانه من چیزی نبود. یاکله ذو کبد، یعنی اون چیزی که بخورد امون را ذو کبد، یعنی موجود زنده، یک کسایی که زنده هستن، کسانی که در قید حیات هستن، اونها بخورن. در خانه اون چیز نبود. الا شطر شعیر، مگر یک مقدار کمی از جو بود میگه در خانه. شطر یعنی که مقدار کم، یا قسم شعیر یعنی جو، یا قسم کمی از جو بود. فی رف لی میگه در تاقچه من بود، در تاقچه حضرت عایشه رضی الله عنها. فاکلت منه حتی طال علی، فاکلت منه، پس میگه من خوردم از وی، یعنی میخوردم از همون، حتی طال علی، تا اینکه مدتی طولانی بر من گذشت. میگه حتی طال علی، تا اینکه طولانی شد بر من، یعنی مدتی طولانی گذشت برایم. فکلته ففنیه، پس من وی رو وزن کردم و تمام شد. فهمو؟ وزنش کردم، با همین میگه خلاص شد و اون یک مقدار جوی هم بود، میگه اون با آخر رسید. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 474، حدیث 474 وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، میگد از عمرو بن حارث برادر جویریه بنت حارث مادر مؤمنان رضی الله عنها روایت است، یعنی که از خسر برده پیغمبر صلی الله علیه و سلم جویریه مادر مؤمنان برادرش روایت کرده است. میگه گفت که ما ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم عند موته دینارا ولا درهما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البيضاء التي كان يركبه وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقه. میگه که ما ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم این در موتی دینارن، یعنی که بجا نمانده بود، یعنی باقی نمانده بود یا ترک نکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت وفاتش یک دیناری. یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد حتی یک دینار هم بجا نگذاشته بود، یعنی که از دارایش نبود. ولا درهم، حتی یک درهم هم نبود. ولا عبدن، یا یک خدمتگار هم نداشت، که در اون زمان هم خدمتگار داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد حتی یک خدمتگار هم بجا نگذاشت، باقی نگذاشته است. ولا امتن، خدمتگار زن. عبدن یعنی که خدمتگار مرد، امتن خدمتگار زنانه هم باقی نگذاشته است. ولا شیئا، یعنی یگان چیز باقی نگذاشته است رسول الله صلی الله علیه و سلم الا بغلته البیضاء التي كان يركبها، مگر همون شتر سفید را کی، شتر سفیدش کی کان یرکبها بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش سوارش میشد، یعنی که همون شتر سفیدش را باقی ماندگی بود. و سلاحه، و سلاحش همچنین باقی ماند، اون سلاحی که می جنگید اون سلاحش هم همچنین باقی ماند. و ارضن، و یک زمینی را باقی ماندگی بود، جعلها لابن السبیل صدقه،
قرار دادگی بود اون زمین را برای راهگذرها صدقه، یعنی برای کسانی که راهگذر بودن در راه میموندند و می آمدند و برای مسافرین، برای اونها صدقه گذاشتگی بود که از اون زمین استفاده ببرند. یعنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای اهل بیتش چیزی باقی نگذاشت. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. خب تا اینجا را بس است درس امروزه. اون حدیث 475 درس آینده انشاءالله. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.